زهرا یه خبر خوب. چه خبری؟ من برای مسابقه انتخاب شدم. چه مسابقه؟ مسابقه 2 پس فردا به کسی که نفر سوم بشه یک کفش کتونی نو میدم. چرا به نفر سوم؟ برای اینکه جایزه نفر اول دوم یه چیز دیگه است. اگه سوم من کتونی ها رو میدم به تو. آخه اون کفشا پسرونه است. خب کاری نداره چون کفش نوعه عوضش میکنن کفش دخترانه برای تو میگیرن. اگه نفر سوم نشدی چی؟ من حتما سوم میشم. گنگ به اینکه عفو کنی و عکس با چاقو بندازی و نمیدونم منم کنی نیست. گنگ اینه که گوشی دست خواهرتو عوض کنی. گنگ اینه که خانواده رو یه شام توپل ببری بیرون، مامانتو یه مسافرت ببری. واسه من